اگر پیشی که خدا قنات میداد دور برا دیگه اون پرنده نمیمون. این قش در زمین میخوری، قش هوا در میگرفت میخورد. دونسته خدا همین پیشی که قناتش نداد خدا. این ده شاخی گو اگر خر داشتی هیچ کس را پیش خود نگذاشتی. این خر با پای عقیبش میزنه، دوی شطه میزنه، دینگوز میزنه، با پای عقیبش قطعی میزنه، لغب میزنه، برکنی نمونه. اگر به شرط یعنی شوخوی گو خداوند در خر میداد، هم در بسر میداد، هم در پا دیگه او را کار فرمودش نمیشید. حکمت پروردگار را میگی شوخوی گو خر نداد، خرها را هم پیشی که نداد. حکمت پروردگار را بگیده همه و علم و حکمت بخوید. هر چیزی که خدا خلق کرده است دانسته و علم حکمت خلق کرده. انم را میگه که ورز بیما قسم الله لک تکن اغنم، راضی باشی با آن چیزی که خدا به تو قسمت کرده یه در رزق روزی، تو بویترین مردم هستی. و سیم گفت و احسن الی جاری که تکن مؤمنان، نیکویی که به سوی همسایت می باشی مؤمن. نیکویی که به سوی همسایت می باشی مؤمن. همون وقت مؤمن گفته می شود تا که به همسایت نیکویی کنی، همسایت را نیکی داشته باشی. همسایه را که گفتن چند نمود، همسایه کافر، همسایه مسلمان خویش، همسایه مسلمان، همسایه گوناگون میشن و همون همسایت باید که نیکویی داشته باشه. همون وقت را مؤمن گفته می شود. همسایه کسر شد خبرگیریش برای، همسایه مور جنازش برای بخونی، همسایه توی خرسندی کرد در خرسندیش برای باید تبریک مبارک بودش کنی. اینه که حقای همسایه همین است که همسایگی را رعایت داشته باشی. وقتی که به همسایه ها نیکویی داشته باشی تو مؤمن است. در دوام میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. کدام وقت مسلمان میشه؟ دوست دار برای مردم آن چیزی که دوست می‌داری برای خودت. بعد چی هست که تو پیامبر گفت مسلمان هستی. دوست دار برای مردم آن چیزی که برای خودت دوست می‌داری تکن مسلما، تو مسلمان هستی. انا همیشه در حوزه مردم ما خدا میدونه که کم بودم هسته. همه وقت نفع خودش سر میکنه مسلمانی امروزه. اگه همه یک قسمت یک بعضی در قسمی زیاد امروزه هم میگرده گوشه را که میبینی همه وقت از پای همه که خودم فایده کنم، خودم فایده را ببینم و برادر مسلمانش نی. اگر برادر مسلمانش در بلا میزنه، در آفت میزنه، در بیماری میزنه، در مشکلات میزنه، پروا نداره. پس چی هست که پیغمبر خدا گفت همون وقت مسلمان میشه که برای برادر مسلمان دوست بداری چیزی که به خود دوست بداری. خود در راحت دوست میداری، دوست بدار که مسلمان هم در راحت باشه. خودت کاری سبوک دوست میداری، دوست بدار که مسلمان در کاری سبوک باشه. خودت همین فایده را دوست میداری، دوست بدار که برادر مسلمان هم فایده را ببینه. انا همون وقت بعد چی هست؟ مسلمان کامل میشه. و احب للناس ما تحب لنفسک تکون مسلما. دوست دار برای مردم آن چیزی که برای خود دوست می‌داری، بعد چیزی هستی مسلمان هستی. انا همین محبت امروز کنده شدگیه. محبت نیست، مهر نیست، در مدد یکدیگر. من همین سببش چیه؟ سببش دوست داشتن دنیا. همین دنیا را که دوست داشتی، خونه تا بهترین همه را خواستی بکنی، سوارات همه را بهترین خواستی بکنی، شرایط همه بهترین را خواستی بکنی، تو چند این وسوسه شیطان حرص جا می شوه و دوست نمیداری که دیگه ای داشته باشه و داشته باشه و داشته باشه. انا چی هست که پیغمبر میگه هم وقت مسلمان میشه که دوست دار برای خودت چیزی برای مسلمان ها دوست میداری. همین چیز در موضوع خیلی یک کمبودی بزرگ است که یک مسلمان در هزار کفر باشه، اگر مسلمان دیگر پروا میده. صحابه پیغمبر وقتی که به یاد میاریم، انسان در مسلمانی صحابه وقتی که او را به یاد میاری میخونه، از مسلمانی خودت شرم میکنی که روی موری مسلمان است. یا که صحابه را شهید کردگی، زدگی کوچه و نیزه قطی شکمش دریدگی، در بیابون در افتاب پرتودگی، تجون کندیسه اوبا میگره ببرم توش یا تجا اوه میگن
در همه حالت نمیگه من او بخرم زنده مون، در همه حالت میگه او با او را بر میتکی و از من محتوش تره. پیشوش میبره میگه پیشو بر از من محتوش تره. در همین زمان ما کدام مسلمان تایه کوری خدوای شاید باشه و نیکی شو همیشه کوری باز مینه. مسلمانی تاریخ او را میخونه، در مسلمانی خودت شرم میکنه که من چخیلی مسلمان هستم. پیغمبر میگه دوست دار برای برادر تو چیزی که برای خود دوست میداری، بعد مسلمان میشه تکو مسلمان. و در تمام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد گفت ولا تکثر من الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. بسیار نخند. خنده بسیار پیغمبر میگه دیلمی میرونه. ولی در تلویزیون ها و در چیزا میبینیم در همه جا غیر مسلمان ها میگن که خنده عمر یودن دراز میکنن، خنده کسل یودن نیست میکنن، خنده را بسیار صفت میکنن، تعریف میکنن. اما معلم و شریعت میگه که ولا تکثر من الضحک، بسیار نخند میگه. فإن کثرة الضحک، حقو که پیغمبر میگه بسیاری خنده دیلمی میرونه، دل سیاه میشه، دل در غفلت میمونه. عادتاً آدمی که در غفلت هسته همین دل زنگار زدگی سیاه، وقتی که در غفلت قه زده میخنده. در تمام حیاتش پیغمبر خدا را خندش میگه همین قمی دیدیم که دندانوش سفید میشید. این یک دندان سفید شد، تبسم میکرد دندانوش سفید شد میدیدی میگن وقتش خوش میشید میگن قه زدن طهارت میشکنه، نماز تفسید میکنه. همین نماز اگر قه بخوانی هم نماز تفسید میشه هم طهارت میشکنه. حتی بعضی از بزرگا و شیخو میگن که در همین بیرین نماز هم قه خندیدی مستحبه که طهارت ایسری نکنی. همین قه را خندیدن خوب نیست. دیگرو میگن خوبه عمر دراز میشه ساعت میشه. نه، دیگر هر کسی میگه نمیگه گفتی در مویه تینی زرده که قدر نداره. پیغمبر چی میگه؟ معلم بشریت چی میگه؟ سخنی پیغمبر سخنی خدا هست و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر میگه خنده بسیار میگه دیلمه میرونه، دیل سیاه میکنه، دیل زنگ میزنه. وقتی که دل سیاه شید و زنگ زد، وقتی که چکور کرد زنگار زد و سیاه شید غاف شید دیگر پرده گرفت، دیگر آدم چی هست؟ دیگر قهقه زده میخنده. اگر نه صحابه پیغمبر میگه یک پیغمبر از قیامت گپ میزد، از قیامت گپ میزد، یا که از دوزخ گپ میزد، از دهشت قیامت گپ میزد. همین گپ زدن برابر در مسجد میگه یک که میگه هنی خنین، میگه یک همین مردم هک 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 اوی هک هک گریه صحابه میبرم. برای چی؟ دیلشون پاک بود، دیلشون مثل افتاب نور نبود، ترس خدا داشتن، غفلت نداشتن. برای این پیامبر گفت بسیار نخندین که خنده بسیار دیلمی میرونن. 5 چیزا پیامبر صلی الله علیه وسلم و حضرت ابو هریره بیان کرد. خداوند نکن عمل کردن برای گفتار نصیب میکنه. هر چیزی که اهل علم میگن البته که گفتن بسیار باشه و عمل نباشه، این برعکس یه گناهی را که انسان دانسته میکنه اگر 70 برابر با زیادتر هیچ گناهش جواب تیش در نزد خدا با وزمین تره. وقتی که دانسته گناه بکنه، نادانسته باشه که یک نوعی. پس اگه چی هست؟ خداوند عمل کردن نصیب و روزی ما بگردونه، محفل خیر مبارک بگردونه، برادر شه همراه تازه عروس عمری دراز و بخت سعادت، فرزندای صالحه و فرزندای حافظ قرآن و عالمای دین مبین اسلام خادمای شریعت نصیبشون کنه. همه ما و شما اهل جمعه ما و شما رو توفیق، هدایت، تنصیحتی، محبت ایمان و اسلام کنه. خداوند در دلهای من جای بده. بارک الله خیلی مبارک. خدای مهربان خیر بتا. بسیار از حدیثی که در زندگی ما و شما البته ضروره برامون گوشرس کردن. واقعا هر کسی اگر به این حدیث عمل کنه انشاءالله زندگی خوش هم در دنیا هم در آخرت خدا براش نصیب و روزی میگردونه. در حضور ما و شما در مجلس ما حضرت حاجی بزرگوارم حضور دارن. انشاءالله نوبت صحبت به حضرت میتیم. چند لحظه برای ما و شما صحبت و در حق خاندان و خرسندیدارا دعای نیک بکنن. انشاءالله بعد برای نماز پیشین حرکت میکنیم.